بسم الله الرحمن الرحیم. حدیثی رحمت. السلام علیکم همدیارانی نازنین. مدینه حیدرزاده هستم از استودیوی رادیو مهر. بسیار بسیار خوشحالم که میتوانم در خدمتی شما خوبان باشم. میگویند در تمامی سال شب بخوبی و فضیلت شب قدر نمی باشد. شبی که در آن هر عبادت برابری با 1000 ماه عبادت است و ملائکه از عرش به زمین می آیند و تقدیر 1 سال انسانها برایشان رقم می خورد. شب قدر سراسر سلام، آرامش و عافیت است و در آن ظلمت و کدورت و شیطنت راه ندارد. در این شب عزیز و پرفضیلت از خداوند مهربان و حکیم بهترین مقدرات را برایتان آرزومندیم و دعا میکنیم که هر چه زودتر از شر ویروس کرونا خلاص شویم. دیده اید وقتی که ابرهای سیاه در آسمان پر می شود چه رعد و برقهای مهیب به گوش می رسد. مثل این است که آسمان با تمام وجود فریاد می زند. اما چند دقیقه که می گذرد چنان می بارد که نگو و نپرس. تمام غبارها شسته می شود. گل و گیاهان جانی تازه می گیرند. گویی همه چیز از نو می شود. بعد که آفتاب خود را نشان می دهد چه زیبا رنگین کمانی بر دل آسمان نقش می بندد. امشب شب قدر است. شبی که آسمانی دل خیلی ها گرفته و هوای بارش دارد. خوشا به حال آنان که در برابر پروردگار خالصانه می گریند و جانشان را با آب توبه غسل می دهند. چقدر حس دلانگیز است حس سبک شدن از بار گناه، حس تولد دوباره. بر رسم هر روز شما عزیزان را دعوت می کنم تا همراهی ما بنشینیم پای سخنان ارزشمند استاد نصیب الله عمروف. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحیم. حدثنا هناد حدثنا عبدة والمحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الترمذی. امام ترمذی رحمت الله علیه حدیثی را تحت رقم 619 از ابو هریره نقل می کند که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث شریف فرمودند کسی که از روی ایمان و امید ثواب و پاداش الهی روزهای ماه رمضان را روزه بگیرد و شبهای آن را با نمازگزاری بگذراند هر گناهی قبلا از او سرزده آمرزیده شود و کسی که از روی ایمان و امید ثواب و پاداش الهی
شب قدر را با نمازگزاری سپری کند، هر گناهی که قبلا از او سر زده آمرزیده شود. روزه ماه مبارک رمضان یکی از ارکان مهم اسلام بوده و از جمله عبادات سازنده برای جان و تن آدمی می باشد. این حدیث بازگو کننده ارزش و جایگاه روزه ماه رمضان و شب قدر است و به نکات مهم اشاره دارد. نخستین نکته‌ای که در این سخن گوهربار رسول خدا به آن اشاره شده است، آن است که روزه تنها زمانی کارساز خواهد بود که از روی ایمان انجام گیرد. بنابراین باور داشتن به این مطلب که خداوند متعال معبود به حق و رب یگانه روزه گرفتن در ماه رمضان را بر ما واجب کرده تا که ملکه تقوا و پروای از خدا در ما پدید آید و با گذشت زمان تقویت یابد. کسی که بدون ایمان روزه بگیرد هیچ پاداشی برایش نخواهد بود. یعنی اگر کسی به خاطر فواید جسمانی و یا به جهت رژیم غذایی روزه بگیرد اما نیت عبادت الهی نداشته باشد، هیچ ثوابی برای او ندارد، هرچند از فواید دنیوی روزه بهره‌مند گردد. زیرا تمام اعمال در اسلام بر مبنای اعتقاد و ایمان استوار بوده و ارزش و بازدهی آن عمل نیز بر همین اساس است. نکته دیگر در قسمت آغازین حدیث شریف امید داشتن ثواب و پاداش عمل از جانب شخص روزه‌دار است. به این معنی که انسان با امید آن که روزه‌داری او بیهوده نبوده و حتما دارای نتایج و ثمرات خواهد بود، در روزهای ماه مبارک رمضان از آب و غذا و شهوات خیش خودداری نموده و همچنین به ثواب و پاداش اخروی آن نیز دلگرم می باشد. يا ليلة القدر يا فضل بارنا خير من الدهر بالعفو تاتينا يا ليلة القدر يا فضل بارنا خير من الدهر بالعفو تاتينا. در قسمت دوم حدیث شریف رسول خدا علیه السلام بر ارزش و جایگاه شب قدر در ماه مبارک رمضان اشاره دارند که هر کس در شب قدر از روی ایمان و امید ثواب الهی قیام کند، نماز خواند، دعا کند، حتما گناهانش بخشوده و روح و جانش پاک خواهد شد. در رابطه با ارزش و جایگاه شب قدر در فرهنگ اسلامی تأکید فراوانی شده است، به حدی که در قرآن کریم علاوه بر آن که در چندین موارد بر این شب گرانقدر اشاره شده است، سوره جداگانه‌ای را تحت عنوان قدر نیز در خود جای داده است و در آن سوره مهمترین مشخصات این شب را برشمرده است که خداوند می‌فرماید ما این قرآن عظیم الشأن را در شب قدر نازل کردیم و چه چیز تو را به عظمت این شب قدر آگاه تواند کرد. شب قدر از 1000 ماه بهتر و بالاتر است. در این شب فرشتگان و روح به اذن خدا از هر فرمان نازل می گردند. این شب رحمت و سلامت و تهنیت است تا صبحگاه. نکاتی که در مورد شب قدر باید یادآور شد، نخست آن که در این شب پرارزش قرآن بر قلب رسول خدا علیه السلام نازل شد و برنامه نجات بخش بشریت در این شب از عالم ملکوت به عالم ملک فرو فرستاده شد که روند تاریخ انسانیت را به کلی عوض نمود و تمام دستاوردهای مهمی را که بشر در آینده به دست می آورد رقم زد. در مورد آنکه چرا این شب به اسم شب قدر یاد می شود، باید گفت مفسرین اقوال زیادی را احتمال داده اند که از جمله جمیع مقدرات بندگان در تمام سال در آن شب تعیین می شود، یعنی شب تقدیر می شود. آن شب دارای قدر و شرافت عظیمی است. شبی است که در آن مقدر شده قرآن در آن نازل گردد.
کسی که آن شب را احیا بدارد صاحب قدر و مقام و منزلت می شود. در آن شب آنقدر فرشتگان نازل می شوند که عرصه زمین بر آنها تنگ می شود، چون تقدیر به معنای تنگ گرفتن نیز آمده است. جمع میان تمام این تفسیرها در مفهوم گسترده لیلة القدر ممکن است، هرچند تفسیر اول از همه مناسبتر و معروفتر است. نکته دوم آن است که عظمت و ارزش این شب به قدری است که حتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله با آن علم وسیع و گسترده اش قبل از نزول این آیات به آن واقف نبود که خدا فرمود و ما ادراک ما لیلة القدر، تو از کجا میدانی که ارزش و قدر و منزلت لیلة القدر چقدر است؟ آری شب قدر چه شبی با عظمتی است که به اندازه یک عمر طولانی پربرکت ارزش دارد. و نکته آخر این که در این که لیلة القدر در ماه رمضان است هیچ شکی نیست، زیرا با کنار هم گذاشتن آیه 185 سوره بقره به آیه 3 سوره دخان و سوره قدر این امر مسلم می شود. ولی در این که کدام شب از شبهای ماه مبارک رمضان است بحث مفصلی وجود دارد و آنچه معروف و مشهور در روایات این است که در دهه آخر ماه رمضان است. خداوند برای ما درک ماه رمضان و خصوصا درک شب قدر را ارزانی بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسیار سپاسگزارم از استاد محترم و همچنین از شما شنوندگان و دوستان برنامه حدیث رحمت. چه لذت بخش است که در شب نزول قرآن کناری چشمسار کلامی وحی خاضعانه بنشینیم و دل و قلبی تشنه را از آن سیراب نماییم. و چه شیرین و شورآفرین است لحظه‌ای فرارسیدنی وقتی دیدار و عروج که مریضان و دردمندان در ساحت قرآن دست نیاز بلند می کنند و زمزمه‌ای القرآن و شفا را سر می دهند. مهربان خدای من، می دانم که تا آسمان راهی نیست، ولی تا آسمانی شدن راه بسیار است. این دست‌های خالی به سوی تو بلند می شود. ما به سلیقه مطلبی نان می کنیم. تو خود ای خزانه داری بخشش ها، بهترین ها را برای من در این شب عزیز مقدر کن. دوستان عزیز، تا حدیثی رحمتی دیگر شما را به خداوند مهربان می سپاریم و خاضعانه التماس می کنیم که امشب ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org